من به همگی امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم با یه آموزش دیگه. سلام بچه ها، من مونا هستم و میخوام به شما آموزش همچین جذابی رو آموزش بدم برای اینکه عکس‌ها جذابتر و قشنگتر بشه. خب وارد این شات میشیم. جدید یک عکس پس زمینه رو انتخاب میکنیم. از قسمت PIP عکسمون رو وارد میکنیم، بزرگش میکنیم و در پایین صفحه قرارش میدیم. خب از قسمت PIP عکس دوممون رو وارد میکنیم. خب از قسمت ویرایش وضوحش رو کم میکنیم. 70 71 مثلا. خب از قسمت ماسک دایره‌ای رو انتخاب میکنیم و ابعادش رو تغییر میدیم و از این قسمت وضوحش رو کمی کم میکنیم و در بالای صفحه قرارش میدیم. عکس ما آماده است. دیدین چقدر جذاب شد؟ با من همراه باشین تا از آموزش‌های من بیخبر نمونید.